رفته خبر تو خبر خبر داره براتون از زوار در رفتگی مقام عظما که دیگه حتی تو تیویریش هم میبرنش زیر چرخ خیاطی. اگر عزیز دیگری به غیر از حضرت آقا در جایگاه ولایت فقیه قرار میگیره، دو تا سوال دارم، میگرفتند هیچ فرقی نمیکرد، باز هم همین اتفاق میفته هر عزیز دیگری. حالا اومدیم و به فرض امام خمینی، بعد مردم نمیپذیرفتن یا تو هر دوره‌ای مردم نپذیرن، اون وقت این بعدی که مردم نپذیرند یک ولایت فقیه رو خللی در ولی فقیه بودن اون شخص ایجاد میکنه یا خیر؟ بله. حالا اومدیم و یک فرد این ویژگی ها رو داره، میتونه ولایت هم داشته باشه. خب مردم اقبال نمیکنن، نمیپذیرند. درست. خب درست. خب مثل خیلی سالهای دیگر، مثل قرنهای دیگر که این اتفاق افتاد، بودن بزرگوارانی که این شرایط رو داشتن ولی مردم به سمت اون نرفتن، حمایت نکردن. از اون طرف شما میبینید که اعمال حاکمیت هم انجام نگرفت. بنابراین نقش مردم در این زمینه چیه؟ نقش مردم در این زمینه این استش که اگر این ولایتی که در این افراد وجود داره به انتخاب مردم صورت نگیره، اعمال نشه، در واقع در عمل هیچ کارایی نداره. وقتی ولایت سیدعلی رو خود آخوندا اینطوری سوراخ میکنن، چیزی که از وضعیت سیدعلی باقی میمونه توی این نمایش آوانگارد اینطوری ارائه میشه. همه چی به هم ریخته. نگاه هرچی مشکل تو دنیاست ریختن رو سر من بدبخت. دیگه نمیدونم چیکار کنم. همه چی به هم پیچیده. هر طرفو میگیرم یه طرف دیگه خراب میشه. چیکار کنم؟ حالم اصلا خوب نیست. قلبم داره میاد تو دهنم. الان که سکته کنم. نمیتونم چیزی بخورم. نمیتونم بخوابم. نمیتونم فکر کنم. زندگیم از هم پاشیده. دیگه نابود شدم. دیگه هیچ راهی ندارم. باید خودم رو خلاص کنم. اما همه مصیبت‌های عظما یه طرف، درد فتنه هم یه طرف. اومدن به مناسبت سالگرد سرازیر شدن گله‌های ساندیزخور تو 9 دی 88 گرامی داشت بگیرن، اما به جاش آه و واویلای سیدعلی از کابوس فتنه رو بازتاب دادن. اونهایی که در این فتنه بودن در صدد بودن نظام اسلامی رو ساقط کنند. امروز وعدهگاه طلاب و دانشجویان تهرانی مدرسه عالی شهید مطهری بود تا بیداری و هوشیاریشون رو در برابر فتنه‌های دوران به رخ دشمنان ایران اسلامی بکشونن. در این فتنه اشخاصی بودند که در این فتنه اینها فکر نمیشد کارشون به اینجا کشیده بشود. این فتنه 88 همونطور که شما فرمودید خب یکی از باز برنامه‌ها و سناریوهایی بود که برای براندازی این نظام در واقع طراحی شده بود. بعدم با یادآوری خاطره‌هایی مثل این قلب بسیجی‌ها رو آوردن تو دهنشون. شروع کردم یا فحش دادن و اینا باز سانتیا شما کوبید به ما. حالا یک سوال از این دوتا مشنگ. علامت مؤمن تو زباله احکام آخوندهای ولایت مدار چیه؟ علامات مؤمن 4 چیزه. 5 چیزه. یکی از اونها این هستش که ما عرضم به حضورتون که انگشتر عقیق به دست بکنیم و اینکه هنگامی که به سجده میریم تو این 51 رکعت نمازی که به جا میاریم بینی ما بر روی خاک ساییده بشه و بعدیش چی بود قربان؟ زیارت 40 و جهر به بسم الله. بله بسم الله الرحمن الرحیمی که در نمازمون میگیم به جهر باشه. بسم الله الرحمن، یعنی به همس نکنیم بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله از علامات مؤمن اینه که به جهر بگیم. مؤمن یمن است و یمین است و میامی. انسان مؤمن همیشه در سمت راست قرار میگیرد
و عجیب این است که در روایت داریم مؤمن چپ ندارد، هر دو دستش یمینه. حالا آخر و عاقبت کسی که تو همین مسیر راست روی حرکت کنه به کجا میرسه؟ جواب رو از آخوند تانگه بشنویم. تو روایت هم داریم هر کی واجب الحج باشه کوتاهی کنه نره. روایت داریم لحظه این مرگ اجازه نمیدن مسلمان بمیره، میگن مت یهودی او نصرانی، انتخاب کن. میتونستی حج بری و نرفتی. میتونستی مسلمان بمیری ولی حالا دست خودت، یا یهودی بمیری یا نصرانی. اگر این آخوند تارنکبوت بسته رو از عهد عتیق بیاریش تو قرن 21 چه خطری تهدیدش میکنه؟ هرچی این وسایل ارتباط جمعی بیشتر بشه، توجه میکنی؟ این وسایل بیشتر بشه، توجه کردی؟ این خطر هم بیشتره. این خطر هم بیشتره و مصیبت بزرگ ما همینه. توجه کنی؟ من کار ندارم، من به چیز شخصی اینا به اینا کار ندارم. خدمت عرض شود که چه می‌دونم فحشنامه ها، نمیدونم خدمت عرض نشر اکاذیب، اینا نه، من به اینا فعلا اینا کار ندارم. من اینا بزش کنم. یه سنخ ارائه برنامه هایی را که میخواد قبح، گوش کنید، قبح یه سه مسائل از بین ببرد. بله، این وسایل ارتباط جمعی قبح یه سری مسائل از جمله قبح دراز کردن امام راحلشون رو ریخته. چتر نجاتمون فقط پیژامه امامه. قابل توجه همه مغزهای فراری از ایران، فراخوان مهم این مغز بسیجی برای بازگشت فوری به آغوش ولایت. گوش کنید، اگه فهمیدید چی گفت بهش پاسخ بدید. ولی با غیرتی که در او بود به ایران بازگشت و ملت ایران او را در آغوش گرفت و امیدوارم بازیگران، کارگردانان، نویسندگان، خبرنگاران که ناآگاهانه از کشور خارج شده‌اند به جمهوری اسلامی ایران بازگردانند و این را بدانند مهدی هاشمی سر آغاز یک نوین آزاد برای جمهوری اسلامی ایران بود. این هم نماد ترقی توی خانواده عمامه به سر میدین ولایت. این آخوند رو با زن و بچهش آوردن تو برنامه خانواده تا تبلیغ زندگی آخوندی رو بکنن. 1 ساعت با آخونده صحبت کرد، 1 سوالم خواست از زنش بپرسه. ببینید چی شد. ولی یه نکته میخوام خدمت همسر محترمتون عرض بکنم. اتفاقی که در محضر، در حضور، در میدان مراودات متدینین، مذهبیون و نظیر اینها اتفاق میفته، این بو و رایحه به این اندازه که در میدان و محضر وجود داره، تو تلویزیون و اینترنت و اینا وجود داره. واقعا شما نظرتون چیه سرکار خانم؟ اول حاج آقا نظرشون رو بگن، چون بیشتر رسانه‌ای هستن. ما یه مرکزی داریم در شما حداقل شنونده و بیننده و مصرف کننده که هستین اگر تولید کننده نباشین. بله. بزرگواران جهت اینکه این سکونت و سکینه منزل رو فراهم میکنن، ما پیش قدم بشیم تو این کار. مرکزی داریم تحت عنوان کانون خورشید. سکونت و سکینه منزل دو تا عبارت نیست، یه دنیا کاره. اگرم کسی شک داره که آخوندهای حکومتی به جز روزه خوندن کار دیگه‌ای هم میکنن که حتی یه قطره عرق بریزن، این شک هم اینجا برطرف میشه. چقدر به این اعتقاد دارید که بالاخره درسته شما کار فرهنگی میکنید، اما باید کار تولیدی در حوزه تولید علم یا تولید نظریه یا تولید مفهوم یا تولید فرهنگی نه، کار تولید دیگه هم بکنید. کار تولید یعنی چی؟ یعنی بریم بیرون مثلا کار صنعتی، مثلا کار کشاورزی، کارهایی که صورتهایی از سایر حرف درش پیدا میشه. من به شدت با این مخالف. من به ذهنم این میاد که ما اون روزی که متعهد شدیم به تعهد طلبگی و زی طلبگی، یعنی این امامه رو به عنوان کفن گذاشتیم رو سرمون، حالا مردم عزیز بدونن فلسفه این چیه. ما خود ما هم خیلی راحت نیستیم با 9 متر پارچه رو سرمون، گرما و سرما رو این طرف اون طرف. فرمود گردنت رفت امامت نره. این کار اصلی شما اینه. انقدرم ما تو فضای فرهنگی خلأ داریم
و کار نکردیم که اصلا فرصت برای سرخوردن نیست. این تعبیر من به رفقاست. فرق آخوندهای حکومتی با سگ چیه؟ شیخ مهدی بنال ببینیم چی میگی. سگ اگر نون جلوش بندازی دم تکون میده. وقتی با اربابش آشنا شد از گرسنگی میمیره، اما در خونه کسی دیگه نمیره آب رو اربابشو ببره. ما اگه مثل سگ بودیم از گرسنگی میمردیم، ولی در خونه ارمنیه نمیرفتیم، در خونه بهاییه نمیرفتیم. قبل از اینکه بریم سراغ بخش تیوی ریش، یه ویدیوی کوتاه میبینیم که یکی از پربیننده ترین ویدیوهای هفته پیش بوده، کاملا بدون شرحه. Thank you. این هم یه مجری الکی خوش که توهم زده و میخواد به زور القا کنه که ایران از سوئیس وضعش بهتره، چون الان تو فصل سرما همه مشکلات حله غیر از این یکی. این کار خیلی قشنگیه، آدم به فکر حیوونا باشه تو این سرما، حواسش بهشون باشه، حیوانایی که گناه دارن دیگه، تفلکی تو این سرما، این گربه های بیچاره و اون پرنده ها، به خصوص تو شهرهایی که برف اومده. اما مسئله اینجاست که حالا خدا رو شکر بی خانمان ها ساماندهی شدن، تقریبا فکر کنم در همه شهرها این اتفاق افتاده. کسایی که به هر دلیلی از خونه بیرون موندن ساماندهی شدن، ما نمیبینیم کارتون خواب به اون شکل نمیبینیم. کارتون خواب نمیبینی؟ این شیخ سیبیل چرب رو چی؟ اینو میبینی؟ پس این چی داره میگه؟ باید فقیری، کارتون خوابی، بیچاره‌ای تو جامعه وجود نداشته باشه، ولی متاسفانه وجود داره به اشکال مختلفش. جمهوری که دم از اسلام میزنه، دم از قرآن میزنه، خیلی زشته که درش خدای نکرده چی باشه؟ کارتون خوابی باشه، نمیدونم فقیری باشه، گرفتاری باشه. این حاجی کپل که چند وقت پاش به تیوی ریش باز شده، بعد از چرخ زدن تو همه برنامه‌ها به این کشف خیلی مهم رسیده. دور از جون همه شما عزیزان، اما متاسفانه تو بعضی از برنامه‌ها دیده میشه که بعضی از رفقا از این بابت به هر بهانه‌ای میخوان جلوی دوربین بیان که دیده بشن، یعنی بیشتر مجذوب صدا و سیمای خودشون. خودمحوری که ما توی هفته بهش اشاره کردیم. یکی از این مجریای عشق دوربین این مستر دیفورمه که برای دیده شدن به بهانه ورزش رفته تو کار دوب دیستی. از یه حس تازه و دلمو این دفعه دریایی کن، این هوای عاشق شدنه، بیا این لحظه رو رویایی کن. ایرانی سلام لبخندت دوب دیستیس اوضاع به هم میریزه. در آخر هم یک تعمیرکار میدانی با تجربه که یک راه حل اقتصادی برای راه انداختن ماشین قراضه سیدعلی پیشنهاد میکنه. You know, these days everybody wants to save money. Well, here's a real simple way. Get yourself one of these wrecking balls off of a demolition crane. Are you wondering how are you going to do that? Here's a hint. They don't work weekends. Right, hang that from your front fender and basically you're done. Oh, I know what you're thinking. Sure, it looks sharp, but how's that going to save me money? Won't do much for your gas mileage, but it'll save you 25% on tires, guaranteed.